خب رسیدیم به چیدمان محصولات. یه چیدمان خیلی مینیمال و شیکی رو اجرا کردم. از شیپ استفاده کردم تا به صورت پلکانی بیاد پایین. کمربند رو توی وسط کات گذاشتم. دوتا کفش و گرینه هم مقابل هم گذاشتم تا اون توازنی که میخوام توی عکس اجرا بشه رو داشته باشیم. از نورپردازی هارش استفاده کردم تا سایه‌های خیلی سختی رو روی محصول اجرا کنیم تا ابهت محصول بره بالا. مقابل نور اصلیمون نور پرکننده گذاشتم تا سایه هامونو پوشش بده تا روشن‌تر دیده بشه. بریم چند تا عکس بگیریم و نمونه‌شو با هم ببینیم. خب همینطور که میبینید از تکنیک فوکوس اسنکینگ میخوام استفاده کنم چون فاصله بین محصولات یکم بیشتره و کل محصول باید شارپ باشه. یک عکس نمونه بگیریم. همینطور که میبینید خیلی شیک شده. حالا این بعد ادیت خیلی بهتر هم خواهد شد. خب دومین چیدمان عکاسیمون به صورت یه پکیج خانوادگی مردانه، زنانه و دخترانه و پسرانه. یه چیدمانی انجام دادم که انگار مردانه ها این طرفن، زنانه ها این طرف و یه تشکیل یه خانواده ای رو دادم به هم. نورپردازی همون نورپردازی هارشه، سایه ها همونه و چیدمان عوض شده. یه عکس خیلی جذابی خواهد شد. بریم نمونه عکس رو ببینیم. خب بریم عکس رو بگیریم با هم. همینطور که میبینید خیلی جذاب شده. مثلا چیدمان مینیمال یه چیز دیگه است. اینو فکر کن توی بنر سایت کنارش یه متن بیاد خیلی جذاب میشه. خب چیدمان سوم به این شکله. کفشای بچگانه است. خواستم یه تعادلی بین رنگا ایجاد بشه. بریم بگیریم ببینیم چجوریه. همینطور که میبینید بازم جذاب و شیک. بریم واسه چیدمان چهارم. خب اینم از چیدمان چهارم. این بار از 3 تا شاخه نور استفاده کردم. یه دونه از بک میده، نور اصلیمون و نور پرکننده. از استریپ باکس و 2 تا اسنوت استفاده کردم. بریم یکی یکی نورا رو روشن کنیم، تست بگیریم ببینیم چطوری میشه. خب الان نور پشتی رو روشن میکنم. یه شات میگیریم، تاثیرش رو ببینیم. میبینید بی‌نظیره. نور اصلی رو روشن میکنم. سایه روشن فوق‌العاده. حالا نور پرکنندمون که اینجا سایه ها رو میبینید پوشش داده، روشن کرده. حالا هر سه نور رو روشن میکنم. ببینید چی شد. فوق‌العاده است. بی‌نظیر شده. نورپردازی رو ببینید. از پشت زاویه لو انگل فوق‌العاده شده. ابهت محصول ببینید چه دوچندان شده واقعا. بریم عکسای نهاییشو بگیریم و بریم واسه چیدمان‌های بعدیمون.
شکله و اینم نتیجه نهایی. به نظرم خیلی جذاب شد. چیدمان آخری از این سری کیف کاملا رفلکتیو که ما تونستیم کنترلش کنیم. میبینید خیلی شیک. خب اینم از آخرین عکسمون، عکاسی کیف. یه چیدمان خلاقانه و زیبا، سایه‌ای که پشت افتاده ببینید چه خوشگله. از 3 شاخه نور عالیه. بریم عکسای نهایی و جمع کردن این افتضاحی که توی استودیو اتفاق افتاده. خب اینم از ویدیو امروزمون. نزدیک 8 ساعت عکاسی مداوم بود. خیلی خسته شدم اما ارزششو داشت. با نورپردازی‌های مختلف و چیدمان‌های متنوع تونستم عکسای خیلی خفنی رو برای این پروژه بگیرم. امیدوارم ویدیو خیلی مفید بوده باشه براتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره که باعث خوشحالی بنده میشه. به امید ویدیوهای بعدی. زوزنقه رو به جلو.